دنیا سرای آزمایش است. دنیا و مناظر آن دلکش و زیبا آفریده شده و لذت‌های آن از نظر حسن و زیبایی ظاهری شیرین و فریبنده دارد. چنانچه خداوند عزوجل می‌فرماید: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. برای مردم محبت شهوات از قبیل زنان و فرزندان و ذخایر انبوه طلا و نقره و اسب‌های نشانی شده اصیل و 4 پایان و زمین‌های زراعت زیبا جلوه داده شده. این است متاع زندگی دنیا، در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است. اما با وجود این دنیا زود و سریع می‌گذرد. کودک آن جوان و جوان آن پیر و عمر فنا می‌شود. روزها سریع یا دیر می‌گذرند، با شادی باشند یا غم، با اطاعت یا معصیت، با فقر یا ثروت. دنیا محل ممر است، نه دارالمقر. چون لباس کفن را پوشیدی و پرونده بسته شد، همه آرزوهای دنیوی و دارایی موجود از تو باز می‌مانند و چون پلک فرو بندی، قبر به تو خواهد گفت: من خانه تنهایی و تاریک تو هستم. اگر با طاعت و آمادگی آمده‌ای، خوشا و مرحبا به آمدن، و اگر با معصیت و گناه آمده‌ای، وای بر تو. آن وقت از حلال آن حساب گرفته می شود و بر حرام آن عذاب است. پس هر کس دنیا را شناخت برای خوشی و شادی آن شاد نگردد و بر مشکلات هم اندوهگین نگردد، چون خداوند آن را دار آزمایش ساخته و قیامت را دار عاقبت. خداوند عزوجل در کتاب پاکش لذت‌های دنیوی را محل امتحان و آزمایش بندگان معرفی فرموده و می‌فرماید: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما هر آنچه در زمین است آن را برایش زینتی قرار دادیم تا ایشان یعنی بندگان را بیازماییم که کدامینشان در عمل نیکوترند. آری، خداوند بندگان خویش را در دنیا خلیفه گردانیده تا ببیند که چگونه عمل می‌کنند. کسی که از چیزهای حلال این دنیا استفاده کند و از آنها جهت عبادت خداوند یاری بجوید، این وسایل و اسباب دنیوی برایش توشه و زاد آخرت می‌شود، آخرتی که به مراتب از دنیا بهتر و ماندگارتر است. و کسی که دنیا را بزرگترین هدف و مراد خویش قرار دهد، از دنیا به قدری به وی داده می شود که در ازل برایش نوشته شد، اما مالش بعد از مرگ شقاوت و بدبختی است و از لذت‌ها و شهوات دنیا به جز مدت کمی بهره نمی‌گیرد. چه لذت زودگذری! وای، چگونه جواب پس خواهد داد؟ بدون شک راه ابتلا و آزمایش در این دنیا برای مؤمنان راه دشوار و پرمشقتی است. همانطور که نوح علیه السلام توسط قومش تکذیب شد و ابراهیم علیه السلام به آتش انداخته شد و اسماعیل علیه السلام بر لبه چاقو رفت و یونس علیه السلام به شکم ماهی فرو رفت و ایوب علیه السلام طاقت فرساترین مشکلات را تحمل کرد و یوسف علیه السلام در بازار بردگان فروخته شد و در چاه انداخته شد و به او تهمت زده شد و بیگناه به زندان افتاد. چشمان یعقوب علیه السلام از گریه زیاد کور شد و موسی از ستم فرعون رنج‌ها کشید و از طرف قومش مورد اذیت و آزار قرار گرفت. عیسی پسر مریم علیه السلام با فقر و تنگ دستی زندگی کرد و پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با انواع مشکلات و سختی‌ها دست و پنجه نرم فرمود. آری، این گونه است دنیا. پس تو نیز یک جوان مسلمان در همان خط امتحان و آزمایش حرکت می‌کنی. دنیا برای هیچ کس بدون آزمایش نخواهد بود، هرچند که در آن نعمت و آسایش فراوان باشد، ولی خالی از ابتلا و آزمایش نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: من یرید الله به خیرا یصب منه. کسی که خداوند اراده خیر به او داشته باشد، او را آزمایش می‌کند.
اما ای جوان، این را بدان اگرچه این دنیا سرای آزمایش و ابتلاست و انسان با سختی و مشکل آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما شب عذاب هرچند که طولانی شود سرانجام صبح امید خواهد دمید و پایان غم و اندوه آغاز سهولت و آسایش است. روزگار همیشه به یک حال باقی نمی‌ماند و هیچ مشکلی نیست مگر اینکه به زودی آسان خواهد شد. پس هرگاه حوادث روزگار بر تو سایه افکند، برای رفع مشکل و تسکین درد به بارگاه حق تعالی مراجعه کن و به هیچ کس دیگر امید نبند. شب هنگام که تاریکی بر همه جا خیمه گسترانید، دست تضرع و عاجزی به سوی آسمان بلند کن و از خدای کریم و مهربان بخواه که مشکلت را رفع و کارت را آسان گرداند. مطمئن باش اگر یقینت به ذات مشکل گشا محکم باشد و دلت به سوی او متوجه گردد، دعایت رد نخواهد شد، چون خود او وعده داده و می‌فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چه کسی دعای بیچارگان درمانده را اجابت می‌کند و رنج و غم آنان را برطرف می‌سازد؟ پس بر خدای قادر و توانا توکل کن و با قلب خاشع و عاجز به سوی او پناه ببر تا درهای رحمتش را به رویت باز کند و تو را در ابتلا و آزمایش‌های دنیوی سربلند گرداند. روایت بخاری.